چرا بعضی اتفاقات کوچک مدتها در ذهن ما باقی میمانند در حالی که صدها اتفاق دیگر را فراموش میکنیم؟ شاید برای شما هم پیش آمده باشد که یک گفتگوی ناتمام، یک پیام بیپاسخ یا حتی یک فرصت از دست رفته مدتها ذهنتان را درگیر کند. در حالی که بسیاری از روزها، ملاقاتها و اتفاقات مهمتر به مرور زمان از خاطرتان محو شدند. روانشناسان این پدیده را اثر زایگارنیک مینامند. طبق این نظریه انسانها تمایل دارند کارها و اتفاقات ناتمام را بهتر از چیزهایی که به پایان رسیده‌اند به خاطر بسپارند. به همین دلیل است که گاهی یک جمله ناتمام، یک هدف نیمه‌کاره یا حتی یک سوال بی‌پاسخ بارها و بارها به ذهن ما باز می‌گردد. جالب اینجاست که اهمیت یک اتفاق همیشه تعیین کننده ماندگاری آن در ذهن نیست. گاهی یک مکالمه کوتاه که ناگهان قطع شده بیشتر از یک روز فوق‌العاده شاد در ذهن باقی می‌ماند. دلیلش این است که مسائل حل نشده مانند پرونده‌های بازی هستند که هنوز به پایان نرسیدند. به همین دلیل بسیاری از افراد سالها بعد هنوز به تصمیم‌هایی که هرگز نگرفتند، حرف‌هایی که هرگز نزدند یا فرصت‌هایی که از دست دادند فکر می‌کنند. نه به این دلیل که آن لحظات مهمترین بخش زندگی آنها بودند، بلکه به این دلیل که داستانشان هرگز به پایان نرسیده است. حتی در زندگی روزمره هم می‌توان این پدیده را مشاهده کرد. یک سریال نیمه اهتمام، یک کتابی که تا آخر خوانده نشده یا کاری که بارها تصمیم گرفته‌اید انجامش دهید اما به تعویق افتاده می‌تواند بیشتر از ده‌ها کار تمام شده توجه شما را به خود جلب کند. پژوهشگران معتقدند که تمایل ما به کامل کردن چیزها بخشی طبیعی از نحوه پردازش اطلاعات در ذهن انسان است. به همین دلیل است که پایان دادن به کارها، نوشتن افکار و پیدا کردن پاسخ برای سوالهای بی‌جواب اغلب باعث احساس آرامش می‌شود. شاید به همین دلیل است که بعضی خاطرات حتی پس از گذشت سالها هنوز احساس زنده بودن دارند. نه به خاطر بزرگی آنها، بلکه به این خاطر که از دید ذهن ما آن داستان هنوز تمام نشده است. گاهی چیزی که فراموشش نمی‌کنیم مهمترین اتفاق زندگیمان نیست، فقط اتفاقی است که هیچ وقت پایان واقعی پیدا نکرده است.